گرامی داشتی نام نیکی بابا جان غفورов مکتب بزرگی تربیت خودآگاهی خودشناسی تاریخی و افتخاری ملی میباشد. بنابراین ما را ضرور است که خاطره این فرزند فرزانه ملت را پاس داریم. شاه اثر تاجیکان و دیگر آثار بی‌گزند او را پیوسته آموزیم و از کار و فعالیت فداکارانه‌اش سبق بگیریم. این برای نسل جوان بسیار یک نمونه عبرت است. من نسبت بابا جان غفورov یک شخص فدایی نسبت به ملت تاجیک را می‌بینم. درود شنونده های گرامی، با توجه شما گفتار ادبی از سلسله خوانش بدیعی از روی کتاب تاجیکان اکادمیک بابا جان غفورov، نشر مختصری علمی عاموی، راوی هنرپیشه خلقی تاجیکستان قربان صابر. آغاز گفتار 11. بابا جان غفورov، تاجیکان. تاریخی قدیمترین، قدیم، عصر میانه و دوره نو. شرح و توضیح مختصری علمی و عاموی. جمعیت آسیای میانه موافق معلومات اوستا. توصیف این همه خوبتری جمعیت آسیای میانه موافق معلومات اوستا در کتاب گیگر مدنیت ایران شرقی در عهد باستان آورده شده است. گیگر ویلگلم لودویگ 1856-1943 عالم شناخته آلمانی، هندوشناس، ایرانشناس و اوستاشناس، داننده چندین زبانهای قدیمه، مؤلف کتاب‌ها دایر به آیین بودایی و زردشتی. این اثر گرچند خیلی کهنه شده باشد هم، ولی متاسفانه پس از آن دایر به این موضوع اثر دیگری همپایه تا حال نشر نشده است. در این اثر دیدی نوی فیلولوژی لینگویستی مشاهده می‌گردد و اگر آن با تحقیقات باستانشناسی تقویت یابد، باز هم نتیجه های خوبتر به دست خواهد آمد. عالمان توسط تحقیقات خود معین نمودند که جامعه اوستایی از 4 زینه قشر عبارت بوده است. از جمله در یشت 115 سرور دینی خاندان نمانیا، سرور دینی اولاد ویسیا، سرور دینی قبیله زنتوما، سرور دینی مملکت دیهوما، سرور عالی دینی زراتشترا نامیده شده است. در جمعیت اوستایی آیله نمانا سرور یا کت خدای آن نماناپاتی یعنی خداوند خانه و زنی کلانی در آیله نماناپاتنی کتبانو نام داشته است. واقعا موقع و مقام بلند داشتن زنی کلانی در عائله تاجیکان به ویژه محلهای نزد پامیر با معلومات مردم شناسان تا امروز باقی مانده است. این اندیشه را تحقیقات ابایف دایر به واژه افشین که لقب حاکمان استروشن و سوخت در زمانهای قدیم بود نیز کاملتر می نماید. ابایف واسیلی ایوانویچ 1900-2001 با اسیتینی ابایتی ایوانی فیرت واسا، فیلولوگ، زبانشناس، ایرانشناس شناخته شوروی، مؤلف تحقیقات زیاد علمی دایر به زبان و فولکلور اسیتینی. این عالم با راه تجزیه و تحلیل تاریخی و اتیمولوژی اصطلاح افشین را با واژه اسیتینی افسین کتبانو مقایسه نموده خلاصه می کند که زنان سروران قبیله های سکایی مسگیتی چنین عنوان داشتند و بعدتر
این عنوان به ناحیه‌های همسایه از جمله آسیای میانه گذشته نسبت به مردان سرور استفاده شده است. واژه نمانیا که در متن‌های اوستایی معنای اعضای عائله را افاده می‌کند، در یک وقت به معنای ایزدی نگهبان خاندان نیز استفاده می‌شده است. در قبیله این وظیفه را ویسیه اجرا می‌نموده است. فعالیت ایزدان و فراوشی‌ها یعنی فرشته‌های نگهبان و روح تمام موجودات به هم نزدیک بودند. اعضایان عائله همه برابر حقوق نبودند و از این جهت به ویرا، ویسا و پریاتر تقسیم می شدند. ویرا معنای مرد، سرباز را دارد، اما این کلمه در متن‌های اوستایی بعضاً به معنای غلام نیز استفاده شده است، مخصوصاً هنگام مقابل گذاری چارپایان و ویرا. ویسا و پریاتر وابسته به معنی در متن‌ها اشاره به اعضایان خردی عائله می باشند. جماعی از عائله کلانتر که به خویش و تباری طرف مرد تشکیل یافته است پدر، نفع نامیده می شده است. چون این گروه ها نهایت بزرگ بودند و نه کمتر از 10 مرد کامل حقوق به آن داخل می شدند. آنها صاحب ملکان اساسی حساب می یافتند و زمین کیش، چراگاه و دارایی دیگری عمومی به آنها تعلق داشت. ویس قبیله از یک چند گروهی دارایان عبارت بود و سردار آن ویسپاتی نام داشت. همزمان ویس مسکن اهل قبیله ده را نیز افاده می کرد. دهه در ابتدا مکان زیستی یک چند خانواده بوده، بعداً تدریجاً خصوصیت‌های جماعی کشاورزی را گرفته است. با معلومات متن‌های اوستایی و پژوهش عالمان ساحه، نظام تربیت جوانان و طرز قبول آنها به جماعه خیلی جالب بوده است. جوانان به کمال رسیده یعنی 15 ساله مراسم مخصوص دینی و قبول به جماعه را می گذاشتند. این پیش از همه با بخشیدن کمربند و پیراهن مقدس در جمع آمدی گروهی اشرافان دارایان به عمل می آمد که آن را تولد دوم می حسابیدند. پس از اجرای این مراسم جوانان عضو کامل حقوقی جماعه گردیده، صاحب عهده‌داری، حقوق بستن عهد نکاح و اشتراک در مراسم دینی را پیدا می‌کردند. مسئله های خانوادگی اساساً در شورای قبیله بررسی می‌شدند که به آن سروران گروه‌های دارا اعضا بودند. شوراهای قبیله مسئله های گوناگون پیش از همه حیات داخلی قبیله، استحصال انواع وظیفه های دینی و حقوقی مناسبت با دیگر قبیله ها را حل می نمودند. از این برمی آید که در جامعه آن زمانه نابرابری اجتماعی پیش از همه مال و ملکی رواج یافته بوده است. از جمله در بسیار متن‌های اوستایی دایر به کدخدایان، شخصان صاحب گله و رمیزیات یا بایگری های دیگر اشاره ها می روند. غیر از این دایر به گروه های دیگر روحانی، سرباز و دوچرخه سوار، دهقان چاروادار و حتی هنرمند نیز معلومات موجودند. گرچنده با اندیشه بعضی عالمان چنین نابرابری هنوز در دوره عمومیت هندو ایرانی جای داشت. در جماعه آریایی طبق متن‌های اوستایی گروهی دیگر و مثل رادمرد، اشراف، عزاتا، اصیلزاده نیز موجود بوده است. اینها اساساً سروران قبیله ها و عائله ها بودند. محقق شناخته بیلی اتیمولوژی پره واژه عزاتا را به انجام رسانیده، معنی آن را در زبان فارسی میانه یعنی پهلوی، زاده خاندان شاه، رادمرد، آزاد اصل نامیده است. بیل سرگال والتر 1899-1996 یکی از شناخته ترین عالم شرقشناس انگلیس، داننده زبانهای قدیمه شرق از جمله زبانهای قدیمه ایرانی،
او بزرگترین داننده زبان خوتنی و متن‌های قدیمه دینی بود و در این سمت تألیفات زیادی را از خود باقی مانده است. واژه‌های امروزه تاجیکی آزاد و آزاده که یک معنی آن راد نجیب است، ریشه از همین کلمه دارند. همزمان در اوستا به معنی اشراف واژه اسنه نیز استفاده شده است. در اوستا برابر این اصطلاح زنتو به معنی قبیله در بعضی متن‌ها هنجمنه، همچون شورای بهترین مردمان که در زبان تاجیکی امروزه به شکل انجمن باقی مانده است استفاده شدند. واژه دهیو در اوستا افاده کننده معنی ولایت، مملکت یا اتحادی منطقوی یک چند ناحیه می باشد. به اندیشه عالمی شناخته لیوشیتز این واژه پیش از همه مفهومی حدودی و گئوگرافی است که در آن عمومیت اتنیکی خیلی زیاد است. لیوشیتز ولادیمیر آرونویچ 1923-2017 شهرشناس شناخته، ایرانشناس، داننده تاریخ و زبانهای ایرانی از جمله زبان سوغدی، سالهای 1952-1958 کارمندی اکادمی علمهای تاجیکستان، مترجم حجتهای سوغدی قلعه کوه موغ. 10 یورا 10 یوپاتی سروری میکرد. شخصانی که صاحبی حاکمیت بودند یا یگان محل را راهبری میکردند سستر یعنی حکمران، حاکم مینامیدند. برابر این در اوستا برای افاده معنی اتحادیه ناحیه ها مفهوم دهیوسستی حاکمیت بر ناحیه ها نیز استفاده می شده است. دهیوپاتی تمامی دهیوها یعنی حاکمی تمام ناحیه ها یک حکمران نبود، زیرا غیر از او دیهونم فراتمدتا شورای بزرگانی اتحادیه ناحیه ها نیز موجود بود که فعالیت آنها را نظارت میکرد. به اندیشه عالمان مخصوصاً ابایف و دیاکنوف تحلیل مضمون اجتماعی سیاسی گاتها نشان میدهد که جامعه آریایی ها آن وقت در آستانه تشکیلیابی دولت بوده است. جامعه‌ای که در این کتاب مقدس تصویر شده است از هجوم پیوسته و تاراجگری همسایه ها به غارت بردن چاروای جماعه به داد آمده، دعوت به زندگی آرام و آسایشته، مکانهای خوبی زندگی با سروری شاهان خوب می کنند. از مضمون متن‌های کتاب مقدس و دیگر تحقیقات برمی آید که جامعه آسیایی میانه در دوره گذریش از ساخت جامعه ابتدایی به جامعه صنفی و پیدایش نخستین دولت‌ها قرار داشته است. مسئله تشکل قدیمترین دولت‌ها. دایر به تشکل نخستین دولت‌های آسیایی میانه در سرچشمه‌های تاریخی معلومات نهایت کم محفوظ مانده است. در متن‌های باقی مانده اوستایی دایر به دولت‌ها و ملک‌های جداگانه معلومات آمده است. شاید دولت‌های در این متن‌ها همچون دهیوسستی نامبر شده نخستین اتحاد دولتی منطقه باشند. از جمله در اوستا دایر به 2 دولت بزرگ، خوارزمی بزرگ و باختری قدیم معلومات آمده است. دایر به خوارزم بزرگ و موقع جایگیرشوی آن در ادبیات علمی اساساً تکیه به معلومات هرودوت کرده می شود. هرودوت می نویسد در آسیا دشت موجود است که اطرافش را سلسله کوه‌ها اشغال کردند. در این قطار کوه‌ها 5 دره موجود است. زمان این دشت مال خوارزمیان بود و آن در حدود خاک همین خوارزمیان، گیرکانیان، پارتها، سرنگها و تمنیها جا گرفته است. از کوهی که در اطراف دشت جا دارد دریای بزرگ اکس جاری است.
اولها دریا به 5 شاخاب تقسیم شده زمینهای مردمان ذکر شده را آبشار می نمود. این نوشته هرودوت که دارای معلومات به هم زید است باعث بحث دامنه‌دار گردیده است. از این رو نه همه محققان به شرح آن دست زدند. دریای اکس را که هرودوت دایر به آن می نویسد قریب تمام محققان همان دریای تجن می شمارند. مؤلف دیگری یونانی گگاتئی میلتی 500 سال پیش از میلاد پیشتر از هرودوت خوارزمیان را که قسماً در دشت و قسماً در کوهها در شرق پارس زندگی می کردند یاد می کند. از معلومات ذکر شده برمی آید که این خوارزمی امروزه نبوده بلکه ناحیه های اطراف هرات و مرو است. برای همین عالم شناخته مارکوارت دریای اکس را با هریرود امروزه عینیت داده موجود بودن اتحادیه کلان قبیله های شرق ایرانی را با نام خوارزم بزرگ پیشنهاد می نماید. مارکوارت یوزف 1864-1930 مورخ شناخته آلمانی شرقشناس. همین طور معلومات موجوده دلیل آن است که مرکز این اتحادیه بزرگ نه در خوارزم امروزه بلکه کمی جنوبتر در ناحیه‌های مرو و هرات جای داشته است. دایر به حرکت قوم‌های در این اتحادیه متحد شده اندیشه‌های گوناگون جای دارند. بعضی عالمان در زمینه خبرهای سرچشمه‌های یونانی حرکت این قوم‌ها را از شمال به جنوب و گروه دیگر حرکت خوارزمی‌ها را از ایران به محل‌های نزد ارل پیشنهاد می‌نمایند. اما همان عالم شناخته مارکوارت اندیشه دارد که ایرانم و ایجه که معنای لغویش فراخنای آریانا است همان خوارزم بزرگ می باشد و آن در نزدیک دریای داتیه دریای امو واقع است و زمستان آنجا 10 ماه طول می کشد. اکثریت محققان این نظریه را جانبداری نمودند. تحقیقات زبانشناس شناخته و به هنینگ نیز تصورات ما را دایر به خوارزم بزرگ بیشتر تقویت می بخشد. هنینگ والتر برونا عالم شناخته آلمانی، زبانشناس، محقق زبانهای میانه ایرانی و ادبیات. این محقق در نتیجه مقایسه معلومات موجوده دایر به زبان اوستا و زبان خوارزمی خلاصه می نماید که 2 لهجه اساسی اوستا را به گروه غربی ایرانی و شرقی ایرانی نسبت دادن ممکن نیست. آنها موقعی مابینی را اشغال می کنند. به اندیشه او فرضیه‌ای که گویا گاتها قدیمترین قسمت اوستا در موضع مرو هرات و متن‌های بعدی اوستایی اکثراً در سیستان آفریده شدند مطابقت می‌نماید. دولت دوم بزرگ این سلطنت باختر قدیم بود. کتسی تاریخ نویس یونان قدیم دایر به لشکرکشی شاه آشوری نینا به باختر حکایتی دارد. در آن مؤلف آید به سرنفوس بودن باختر، زیاد بودن شهرهای کلان، درباره پایتخت این دولت باختری استحکامدار، شاه باختر اوکسارت، گنجینه های فراوان آن به طور مفصل خبر می دهد. اما تحقیقات تاریخی نشان می دهند که لشکرکشی های آشوری تا باختر نرسیدند و حکایت کتسی بافته بوده در تقلید به حکایت هرودوت دایر به لشکرکشی کوروش کبیر به لیدیا ساخته شده است. اما دایر به موجودیت این دولت مقتدر هرودوت خبری عمیق‌تر می دهد. او می نویسد که در سری راه کوروش بعد از تسلیم شدن لیدیا بابل مردم باختر سکایه ها و مصریان می ایستادند. از این می توان خلاصه نمود که باختر با دولت‌های بزرگ مصر و بابل در یک قطار می ایستاده است. محقق شناخته گیگر نیز موقع خاص و توانایی باختر را در بین نواحی همسایه تأکید می نماید. حتی با بعض معلومات حدود این اتحادیه بزرگ از حدود خود باختر خیلی وسیع‌تر بوده، بعضن وقت مرغیان و سوخت نیز به آن تابع بودند.
دایر به شهرت بایگری های طبیعی باختر، مخصوصاً لاجوردی بدخشانی، در قلمرو آسیای نزدیک نیز معلومات فراوان موجود است. همین طریق در قلمرو آسیای میانه بغیر از خوارزمی ها، درسترش خارسمی ها و باختری ها، سغدیان، فرغانیان، مرغیانی ها و پارت ها نیز سکونت داشتند. این خلق ها در منطقه های معین پیش از همه وادی دریاهای بزرگ اقامت می کردند. از جمله سغدیان در وادی دریاهای زرافشان و قشقدریا، فرغانیان در وادی فرغانه، مرغیانی ها در مرو، پارت ها در اطراف شمال کوههای کوپدداغ زندگی می کردند. قبیله های بادیه‌گرد سکایی اساساً در وادی و کوه ها قرار گرفته بودند و با دو کنفدراسیا اتحادیه، سکایه های هومورگه، سکایه های ستاینده هومه یا امیورگ ها، گروه جنوب شرقی قبیله های سکایی که تاریخاً با باختر و هند ارتباط داشتند، و سکایه های تیگرخود، سکایه های کلاهپوش و یا آرتاکریبنتی ها، مسگیت ها، گروه شمال شرقی که با خوارزم مربوط بودند تقسیم می شدند. باباجان غفورov، تاجیکان. تاریخ قدیمترین، قدیم، عصر میانه و دوره نو. شرح و توضیح مختصری علمی و عملی. شنونده های گرامی، شما گفتار ادبی را از سلسله خوانش بدیعی از روی کتاب تاجیکان اکادمیک باباجان غفورov، نشر مختصری علمی عاموی را در قرائت هنرپیشه خلقی تاجیکستان قربان صابر شنیدید. محرر سیدزاده عابدجان، کارگردان عبدالمنان رحمان. این گفتار سال 2024 ثبت شده است. انجام گفتار 11. آموزش کتاب تاجیکان جوانان ما را هشدار می دهد که نیاگان فرزانه ما در مسیر تاریخ چی جایگاه مقدس داشتند. کتاب تاجیکان احساس خودشناسی ملی و زیرکی سیاسی را در دل و ذهن جوانان ما تحکیم می بخشد.